خب مرحله آخر نصب نرم افزارهای مورد نیاز است. خب قبل از اینکه نرم افزار رو نصب کنید شما 2 تا کار باید انجام بدید. یکی این که اگه به اینترنت وصل هستید حتما اتصالتون به اینترنت قطع بکنید، چون یه سری این نرم افزارها چون فعالساز دارن اگه به اینترنت وصل باشید اون فعالسازشون ممکنه کار نکنه. و یکی هم این آنتی ویروس خود ویندوز 10 که اسمش ویندوز دیفندر هست اون حتما غیر فعالش بکنید موقع نصب نرم افزار، چون خیلی از این فعالساز رو به صورت مثل ویروس میشناسه و نمیذاره روی سیستم شما اجرا بشه. خب من که به اینترنت وصل نیستم میام از اینجا توی قسمت ویندوز سکیوریتی و آنتی ویروس خود ویندوز غیر فعالش میکنم. اینجا توی قسمت ویروس ویندوز آنتی پروتکشن، اینجا قسمت منیج ستینگ و اینجا این قسمت ریل تایم پروتکشن غیر فعالش میکنم، یعنی این آنو میکنمش آف، بزنید یه سو میزنم تا فعال بشه. الان این آنتی ویروس خود ویندوز یعنی آن تایم ریل تایمش چی شد؟ غیر فعال شد. خب میام سراغ نصب نرم افزار. حالا شما بستگی به خودتون نرم افزاری که نیاز دارید میتونید نصب کنید. معمولا نرم افزارهایی که به صورت معمولی همه سیستم نصب میشه این سری نرم افزار هست که من داخل یه پوشه قرار دادم و یکی یکی اینا رو نصب میکنم. اول نرم افزار کالایت کودک مدیا پک هست که این یه دونه به اصطلاح کودک خود فیلم ها هست که یه سری فیلم ها که خود به اصطلاح ویندوز میدیا پلیر خود ویندوز باز نمیکنه، فیلم یا موسیقی ها رو این چیکار میکنه؟ باز میکنه. من نصبش میکنم. خب اینجا من نکست میزنم. خب این برنامه فعالساز نداره، همونجوری نصب میشه. اما همراه با این نرم افزار یه مدیا پلیری هم هست که اگه احیانا دیدید مدیا پلیر خود ویندوز فیلم یا موسیقی باز نکرد با این میتونید چیکار بکنید؟ بازش بکنید. خب این فیلمیش رو میزنم تا تغییر نصب بکنم. خب این از این نرم افزار. نرم افزار بعدی وینرر هست. نرم افزار وینرر برای باز کردن فایل فشرده و همچنین فشرده سازی فایل و پوشه هاست. این نرم افزار هم بهتره که روی سیستم نصب بشه، مخصوصا اگه یه فایلی از روی اینترنت دانلود میکنید حتما برای این نرم افزار روی سیستمتون نصب بشه. این نرم افزار فعالساز نداره، همینجوری کار میکنه. نرم افزار سوم دانلود منیجر هست. حالا قبل از اینکه من این نرم افزار نصب کنم اول مرورگر رو نصب کنم گوگل کروم رو و بعد میام سراغ اون نرم افزار. گوگل کروم یکی از معروف ترین مرورگرهای وب هست. حالا خود ویندوز این مایکروسافت اج رو اضافه کرده در ویندوز 10 به سیستم. علاوه بر اینترنت اکسپلورر این مرورگر هم هست، مرورگر جدید خود ویندوز هست که کارش خوبه، یعنی نسبتا سرعتش بالاتر از اون قبلی است. ولی شما میتونید که این گوگل کروم رو هم نصب بکنید. گوگل کروم که گوشی موبایل به صورت پیش‌فرض نصب به کامپیوتر شما و به صورت جداگانه فایلش رو دانلود کنید و نصبش بکنید. این هم دوباره خودش هیچ فعالسازی نداره. می‌بینید که اینجا نصب شد. خب هم گردم هم دانلود منیجر رو نصبش کنید. این نرم افزاری که میتونید از طریق اون فایل ها موسیقی خاله باشه، فیلم باشه، از اینترنت دانلود بکنید. خب حالا شما با خود مرورگر هم میتونید دانلود بکنید، ولی این سرعت این نرم افزار بیشتره و یه قابلیتی دیگه که داره اینه که میتونید زمانبندی بهش بدید. بگید مثلا از فلان ساعت شروع کن به دانلود کردن تا فلان ساعت. خب این نرم افزار رو من نصبش میکنم. به فارسی هم هست. خب نرم افزار همونطور که میبینید سریال از شما میخواد. برای اینکه فعالسازش رو نصب کنی
من میام از این پایین این آیکونش اضافه شد، میام از اینجا روش کلیک راست میکنم، گزینه خروج رو میزنم و بعدا این فعالسازش رو نصب میکنم. اینجا فعالسازش که نصب شد روی دکمه کرک کلیک میکنم تا کرکش فعال بشه. اینیش رو میزنم، یه بار دیگه که نرم افزار رو باز بکنم دیگه از من سریال نمیخواد. این کار رو هم تو این تیکه بزن که دیگه بازش باید. الان تو قسمت ثبت نام که میرم، قسمت ثبت نام غیر فعال شد چون فعالش کرد. خب میریم سراغ نرم افزار بعدی. نرم افزار آفیس هست. این آفیس ها حتما روی سیستم نصبش بکنیم. آفیس یه مجموعه نرم افزاره که شامل نرم افزار ورد که برای تایپ استفاده میشه، نرم افزار پاورپوینت برای ساختن اسلاید یا باز کردن فایل پاورپوینت، نرم افزار اکسل برای کار حسابداری مالی و نرم افزار یه سری نرم افزار دیگه. اینا بهتر یه سیستم نصب باشه. خب اینجا که کدوم ورژنش رو می‌خواید نصب کنیم، من دیگه آخرین ورژنش هم که ورژن 2019 هست رو میذارم و اون نرم افزاری که نیاز ندارم و تیکش رو برام می‌دارم، مثل واندرایو و اسکایپ و حالا اینو دیگه بقیه‌اش باشه. و اینجا دکمه اینستال رو میزنم. اونجا چون ویندوز همون 64 بیتی میزنم هم x64. اگه خواستیم 32 بیتی نصب بشه روی x86. یه نکته که بگم اینه که شما نرم افزارهای 32 بیتی رو میتونید روی ویندوز 64 بیتی نصب کنید، ولی عکسش امکان نداره. یعنی نمیتونید نرم افزار 64 بیتی روی ویندوز 32 بیتی نصب کنید. این نکته هم در نظر داشته باشه. خب صبر میکنیم تا آفیس هم نصب بشه. خب تا آفیس نصب میشه من این فونت ها رو هم نصب بکنم. یه سری فونت فارسی هست، بهتره اینا رو هم روی سیستمتون نصب داشته باشید برای کارهای تایپ و اینا اگه خواستید استفاده بکنید. من روی ستاپ کلیک میکنم. نیکست. حالا اینجا خودش یه سری فونت هست که من تیکش بندم. فونت های بی که معروف تر از همه رو نصبش میکنم با فونت ایران هستر. دو سری فونتی که نصب میکنم کافی. حتی این 385 فارسی فونت هم میتونید نصب بکنید، ولی خب روی سیستم ها نیست. روی اکثر سیستم معمولا این فونت های بی یا فونت های دورا نصب میکنم روی سیستم. من هم نصب کنم فونت ها رو. حالا هم پیغام خطا داده که این برای این آفیس نصب بشه تا عملیات نصب رو تکمیل بکنم. صبر میکنم تا آفیس نصبش تکمیل بشه، بعد دکمه ترایگی میزنیم تا ادامه نصب انجام بشه. خب نصب آفیس هم تموم شد. من ترایگی نمیزنم که اون نصب فونت هم تکمیل بشه. اینده فعالسازی آفیس. خب خود این نرم افزار تو قسمت فعالسازیش از قسمت یوتیلیتیز گزینه آفیس ریتیل تو بیل که بزنید و گزینه اکتیو آفیس که بزنید آفیس چی میشه؟ فعال میشه. یه سری فایل آفیس رو جایگزین میکنه. ابتدا این سریالش رو رجیستر کرد. این تیکه آنلاین KMS رو غیر فعال میکنم و گزینه اکتیو رو هم بزنم تا خود آفیس هم فعال بشه.
خب آفیسمون هم الان فعال شد. و آخرین نرم افزاری که حالا نیاز روی سیستم نصب بشه نرم افزار آکروبات ریدر هست. این نرم افزار مال خوندن فایل‌های PDF. این نرم افزار رو نصب میکنه. نرم افزار فعال‌سازی اینا نداره. کافی روی سیستم نصبش بود. حالا این نسخه‌ای که من از ویندوز نصب کردم خودش به صورت پیش‌فرض فعالسازش رو نصب میشه. بعضی ویندوزها شما باید به صورت جداگانه فعالسازش رو نصب بکنید وگرنه بعد چند وقت از کار میاد. حتما اگه همراه اون به اصطلاح فایلی که از اینترنت دانلود کردید برنامه فعالساز ویندوز هست، حتما بعد نصب ویندوز اون برنامه فعالساز خود ویندوز هم نصبش بکنید. اینجا من اینستال رو میزنم تا این آکروبات ریدر هم نصب بشه. هم تو که می‌بینید نواسای پروفیل رو نصب شد. خب ما اینجا دیگه تونستیم یه مراحل نصب ویندوز رو به صورت کامل آموزش بهتون بدیم، از ساختن فلش ویندوز تا نصب ویندوز و نصب درایورها و نرم افزارها. امیدوارم که از این مجموعه آموزشی لذت برده باشید و بتونه شما کمک کرده باشه.